مدینه محمدجانова ساکن 32 ساله دوشنبه که بر اثر پرونده پرسر و صدای عذاب و عقوبت او در دادگاه عالی تاجیکستان هنوز ادامه دارد، نیمه دوم روز 15 دکامبر در مرکز ملی طبی شفابخش وفات کرد. مدینه از 25 آگوست در طول قریب 4 ماه در اینجا در حالت کما تحت طبابت قرار داشت، ولی به اوش ناآمده ترک این دنیا کرد. همگی یک روز قبل از مرگ مدینه شام 14 دکامبر دادگاه عالی تاجیکستان با اعلان نخستین حکم در چارچوب پرونده او مرد همزیستش پرویز دولتوف، یک مقام بلندپایه شرکت میگافون و فرزند دولتعلی دولتزاده معاون سابق امامعلی رحمان در رهبری حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی بلافاصله بر اساس قانون عفو حکم او را تا 5 سال و 4 ماه زندان پایین آوردند. پرویز دولتوف طور قبلا دادستانی کل تاجیکستان خبر داد به عذاب و عقوبت عیبدار میشد، ولی دادگاه او را همچون به بسیارزنی و رساندن به حالت خودکشی عیبدار دانست. محکمه پرونده عزیزه دولتوف، همسر اول پرویز دولتوف و گمانبرشونده اساسی در عذاب و عقوبت معشوقه شوهرش مدینه محمدجانova در دادگاه عالی هنوز ادامه دارد. بعد مرگ مدینه عیبنامه ضد عزیزه دولتوف را میتوانند به عیبنامه نو و سنگین‌تر عوض کنند. مدینه محمدجانova ساکن شهر دوشنبه آخر ماه آگوست امسال در حالت بیهوشی به بیمارخانه برده شد. به گفته طبیبان او را چنین بوغی کردند که چند مدت به معاینه سرش هوا نرفته است و در نتیجه یک قسم مغز سر مدینه از کار مانده است. این قضیه وقت مورد توجه قرار گرفت که فعالان جامعه شهروندی برابران کشور مراجعت کردند و جریان تفتیشات را رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه شخصا زیر نظارت خود گرفت. معلوم شد که مقامات ملیس نویه سینا ماه سپتامبر اعمال عزیزه دولتوف را به قانون عفو تغییر کننده کشودن پرونده جنایتی به ضد او را رد کردند. تنها بعد این قضیه را زیر نظارت خود گرفتن رستم امامعلی و این مسئله را در جلسه حکومت برداشتن پرزیدنت امامعلی رحمان قضیه برای تفتیش دوباره برگردانیده شده، پرویز دولتوف و عزیزه دولتوف را به حبس گرفتند و سردار شعبه وزارت کارهای داخلی 2 نویه سینا ظفر اسماعیل زاده و معاونش اسمت مشرف زاده، معاون اول دادستانی نویه سینا سهراب سلیم زاده، همچنین شکور رحیموف معاون سردار شعبه تفتیشات شعبه وزارت کارهای داخلی 2 نویه سینا که تا رساندن به مرحله عفو مفتش نخستین قضیه عذاب و عقوبت مدینه محمدجانova بوده است، از مقامهایشان برکنار کرده شدند. رستم امامعلی و امامعلی رحمان طلب کردند که تا تمام منصبدارانی که به کروپسیا راه داده پوره گرفتند و این پرونده را پوشاندند به جوابگری کشانده شوند، اما مشرف اسمتزاده بلافاصله بعد برکناریش به منصب باز هم بلندتر معاون سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت تعیین شد.